سلام بچه ها، خوش اومدید به جلسه سوم از دوره در واقع API نویسی با لاراول. من تو جلسه قبلی راجع به دیتابیس های مختلف توضیح دادم، راجع به اینکه بچه‌هایی که دوست ندارن درگیر جزئیات بشن هیچی رو دست نزنن، یه دونه PHP آرتیزان مایگریت بگیرن، تموم شه بره پی کارش، دیگه هم نیاز به تنظیمات اضافی ندارن. و اما راجع به بچه‌هایی که دوست داشتن دیتابیس پیشرفته تری استفاده کنن هم براشون توضیح دادم که چه کاری میتونن انجام بدن و به اصطلاح کارشون رو راه بندازن. خب برای این جلسه چون دوره اصلا API نویسی با لاراول، من میخوام شروع کنم توضیح دادن راجع به این که چجوری اصلا API فعالش کنیم. به صورت پیشفرض API نویسی اصلا تو لاراول نیست. تو نسخه 12 میریم توی پوشه پروژه‌مون، چیکار میکنیم؟ اینجا VS کدمون رو اول باز میکنیم. خب VS کد رو باز میکنیم. بعد اینکه VS کد رو باز کردیم، الان محیط توسعه ما حاضره. مورد بعدی چیکار باید بکنیم؟ بچه‌ها پستمن رو باید نصب کنیم. بله، میزنیم دانلود پستمن رو نصب میکنیم. اگه حوصله پستمن ندارین که پیشنهاد میکنم حتما پستمن رو نصب کنین. یه ایمیل میخواین و تو سایت پستمن لاگین میکنین، واسه ویندوز دانلودش میکنین، نصب میکنین، باز اینم همون نکست اینستال، فرقی نمیکنه. و بعد اینکه نصبش کردید، این آیکون آدم فضانوردی که اینجوری کجه با یه دایره نارنجی براتون میاد. قدم بعدی چیه؟ همیشه داکیومنتیشن لاراول. من از خودم هیچی به شما نمیگم، همه رو دارم از رو سند بهتون میگم و از شما میخوام از رو سند یاد بگیرید. نسخه حتما 12 باشه، ممکنه رو 5 باشه، ممکنه رو 7 باشه. به این دقت کنید، نسخه حتما رو 12 باشه، حتما نسخه رو 12 باشه. حله؟ این پایینتر در واقع به این کار نداریم. توی منوی سمت چپ، توی بیسیکس، تو راوتینگ، API راوتس، به صورت پیشفرض یه دونه فایلی وجود نداره و اما چیکار کنیم این فایل به وجود بیاد که بتونیم API بزنیم. ببین شما API هاتون رو توی فایل تعریف میکنیم و یه فایلی مثل روتا توی فایل web.php که میشه توی بخش راوت web.php، اینجا ما روت میتونیم تعریف کنیم. حالا ما روت معمولی نمیخوایم، ما API نیاز داریم و برای این منظور باید چیکار بکنیم؟ باید بیایم و اینو فعالش کنیم. یه دونه دستوری داره، باید این دستور رو بزنیم. شما باید بیم توی پوشه پروژهتون ترمینال رو باز کنید. حالا یا از توی خود VS Code نیو ترمینال میزنید، یا مثل من جدا باز میکنید و با دستور cd میرید توی دایرکتوری توی پوشه پروژهتون و باید این دستور PHP artisan install یه کلون API رو بزنید. اینترنت وصل باشید حتما. یه سری دیپندنسی های جدید برای شما نصب میشه و یه سری نوشته های عجق وجق میاد. اینجا نوشته one new database has been published. اینجا yes بنویسید. اینجا چی نوشته؟ من پستگرس هم غیر فعاله. این گرفتاری شد. برای شما این مشکل پیش نمیاد اگه دست نزدید به تنظیمات دیتابیس، ولی من برام مشکل پیش اومده چون اینجا اسم دیتابیس هم اشتباه گذاشتم، همه چی رو اشتباه گذاشتم. شما اینا براتون کامنته، اینجا هم نوشته اسکیولایت. اگه این هست دست نزنید بهش، بذارید باشه. ولی اگه مثلا من دستکاری کردیم، باید اسم دیتابیستون رو بنویسید. اینا لوکاله، مشکل نداره اطلاعاتو به شما نشون بدم، بهش دردتون نمیخوره. خب حتما اطلاعاتو درست بزنید. بعد بنویسید PHP artisan install API. دوباره از ما سوال میپرسه که سوال قبلا جواب دادم. خب yes می نویسین و تمام.
اینجا هیچ اروری نباید بده، این هیچی نیست، اینو جدی نگیریم. خب یه سری کانفیگ اضافه میکنه، خودش یه پکیجی به نام سنگتوم برای احراز هویت API اضافه میکنه، یه مایگریشن اضافه میکنه و توی بخش راوتس یه فایل api.php اضافه میشه. این در واقع چیه؟ همون چیزیه که ما بهش نیاز داریم، API. یه دونه ترمینال باز کنید، بنویسید git add، یا از توی همین سمت چپ از توی این منوی گیت میتونید در واقع کامیت بزنین، همه رو اد کنید توی گیت، اضافه کنین. من کامیت میزنم initialize API، کامیت زدم و این شده از فعال سازی API توی لاراول. برای بخش بعدی میریم جلسه بعد که شما هم خسته نشین. این جلسه هم 6 دقیقه شد، پس تا چیز دیگه یادم نرفته همین PHP Artisan Install API، هیچ چیز خاص دیگه نیازی انجام بدین. تا جلسه بعدی.